أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. امروز ما آیید کلمه 15 برنامه امان که آن کلمه ذکر یعنی یادرس کن می باشد صحبت خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی فرموده است و کسی که از تهدید من خوف دارد با قرآن یادرس کن. این چونین الله سبحانه و تعالی فرمود یادرس کن، زیرا یادرس کنی به مؤمنان نفع می آورد. یعنی یادرس کرده به وعدت وفا کن و با یک دفعه محدود نشو، زیرا در حقیقت یادرس کنی به ادراک و استواری اعتقاد قوت می بخشد و این چونین غافلان را هشدار داده شخصان خوابیده را بیدار می کند. و این محض آن چیزی است که امروز به مسلمانان لازم است. مسلمانان به یادرس نیاز دارند تا راه خود را ببینند، اعتقاد خود را مستحکم کنند، در کارهای دینشان خردمند گردند و این چنین غافلان را هشدار ساخته شخصان خوابیده را بیدار سازند. امت اسلامی که ها باز در خواب است، در حالی که حاکمان جنایتکار مسلمانان از حساب آنها ثروتمند شده فرزندانشان را میکشند و خانه هایشان زده در آمده و این وسیله به ناموس آنها دست دراز میکنند. این حاکمان جنایتکار و خواجگان کافر آنها در برابر مؤمنان هیچ رابطه خویشاوندی و عهد و پیمان را رعایت نمیکنند. همه این را با یک مناسبت بی‌پروایانه نسبت امت صادر میکنند. امت اسلام به یادرس نیاز دارد تا از خواب بیدار گردد و به کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مستحکم چنگ زده به پا برخیزد و به کمک کسان شتابد که میخواهند این دین را به وسیله خلافت راشده دوم بر منهاج نبوت به مقام بلند بردارند. فتح العقول علاج دیگری برای بیدار کردن درک و فهمیش بجز از توسط قرآن یادرس نمودن وجود ندارد. به کسی که از تهدید من خوف دارد با قرآن یادرس کن. هر مسلمانی برنده دعوت باید شب و روز، سحر و شام و در هر فرصت مناسب دعوت را به پیش برده و مسلمانان با سخنان زیرین یادرس نماید. ای مسلمانان به یاد دارید آخر شما را وسوسه شیطان فرا گرفته است. به دین خود و به عقیده خود برگردید، حاکمان را محاسبه کنید و امام یعنی خلیفه بیعت دهید، طبق کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت رسولش صلی الله علیه و سلم حکم برآورید، زیرا حیات این دنیا کوتاه و آخرت نزدیک است و آن مرگ به هر یک ما نزدیک است، چنانچه بهشت و دوزخ نزدیک هستند. اینک یادرس کلمه است که باید پذیرفت و به آن عمل کرد تا آن قسم جدا نشونده تمام مؤمنان گردد. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما آبونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می‌گردد.